دوستان السلام علیکم. در مورد پنل‌های گوگل پلی قدیمی و جدید براتون خیلی از دانشجو دوستان سوال میکنم. من توضیح بدم خدمتتون. از 1 ژانویه 2024، یعنی تقریبا میشه از دی ماه 1402 به بعد، پنل‌های گوگل پلی کلا تغییر کرده. یعنی کسی که از اون تاریخ به بعد پنلی ساخته باشه نیاز داره حتما 12 تا تستر معرفی کنید. 12 تا ایمیل یا ایمیلی که روی تلفن گوشی اندروید فیزیکی باشه، بدون سیمولیتور نباشه، و اینا بیان 14 روز هر روز گوشی رو اون اپ رو باز کنن، تست کنن، ببینن مشکلی داره یا نداره. و اگه به هر دلیلی یکی از این 12 تا یه روزی کاربر رو باز نکنه، گوگل پلی رو میاد رد میکنه. رد کردنش هم این صورت که بعد از 14 روز میاد، یکی دو روز خب زمان میبره، تست میکنه، اونجا رد میکنه. یعنی اینطوری نیست اگه روز هفتم یه نفر نیاد کلا اپ شما رو رد کنه. و یه سری محدودیت‌های دیگه، مثلا کسی بخواد اپ وی پی ان منتشر کنه دیگه توی این پنل ها نمیتونه منتشر کنه. من بخاطر پنل ها الان به دو قسمت تقسیم شدن. میگم پنل های معمولا، حالا دیولپرها اگه بپرسید میگن پنل های قدیمی یا پنل های جدید. من پنل شرکتی که من کار ندارم، پنل های منظور شخصی رو دارم میگم. پنل های قدیمی خب دیگه این محدودیت ها رو نداشتن. شما یه جیمیل هم میدادی اصلا با اون کاری نداشت. شما میتونستی اینترنال تست و کلاس تست و اینها رو با یه دو تا ایمیل حالا از خودت باشه، اصلا نیازی به تست هم نبود، اینو بیای ثبت کنی و رد کنی. ولی خب برای پنل جدید حتما باید این تست رو انجام بشه.